پروردگارت را بزرگ دار. بزرگ داشتن معنای سخت احترام نمودن و غیر از او کسی را بزرگ نداشتن می باشد. زیرا الله متعال از همه بزرگتر است، چون خالق تمام موجودات می باشد. کبر یعنی بزرگ دار و کسی را جز او بزرگ ندار. کبر از کسی جز الله نترس. بزرگ دار زیرا الله بزرگ می باشد. الله از همه چیز بزرگ است. بزرگ داشتی الله در عملها آن وقت ظاهر می شود که تو با محبت و اخلاص در قلب عمل کرده تنها از او می ترسی. در سطح دولت باشد آن وقت نمایان می شود که وی نظام اسلام را تطبیق کند. این است بزرگ داشتی الله. بهترین بزرگ داشتی الله آن وقت صورت می گیرد که کلام او را از همه بالاتر، حکم او را از همه حکمهای دیگر بالاتر و طریقت او را از همه طریقتهای دیگر بالاتر گذاری.